جوابیه شبهات ملحدین قسمت 13 نحمده و نصلی علی رسول الکریم. دوستان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این قسمت هم رسیدیم به جواب یکی از شبهات ملحدین. حضرات ملحد متاسفانه در جامعه امروزی که خصوصا فضای مجازی به نسبت خبررسانی و ایجاد انگیزه و تفکر چه درست چه نادرست متاسفانه یا خوشبختانه حرف اول را میزنه، به نسبت جوانان امت اسلامی شبهات خیلی زیادی را وارد کردن. یکی از این موارد مظلوم نمایی ملحدین هست و در حقیقت یک نوع عوام فریبی که نسبت به این موضوع دارن. موضوع از این قراره، بعضا شما حتما دیدین، من خودم با چشمان خودم دیدم، عکسی را از یک کودکی خردسال که داره زباله ها را حمل میکنه، یا پیرمردی که در کنار خیابان با صورت ژولیده به اینطور پیرمرد نشسته و داره دست فروشی میکنه، و همینطور جوانی که کنار خیابان افتاده، و خیلی از موارد ناهنجاری که در جامعه انسانی ما با آنها مواجه هستیم. حالا ملحدین به نسبت این موارد، چون که به خالق کائنات ایمان درستی ندارن و بلکه ایمان ندارن، این گونه موارد را بهانه قرار داده زیر همون عکس‌ها می‌نویسند آیا اون خدایی که شما به اون ایمان دارین و 7 طبقه آسمان زمین را و اینطور جنت و جهنم را و این همه نعمت ها را خلق کرده، آیا اون نمیبینه که چه بندگان او در این مضیقه و در این تنگنا و در این سختی ها دارن زندگی میکنن؟ پس چرا او به داد اینها نمیرسه؟ یکی از مواردی که ظاهرا بله مظلوم نمایی به نسبت بندگان خداوند متعال و به نسبت انسانهای دیگر هست، حالی که این حقیقتا یک عوام فریبی خالصانه است. متاسفانه دوستان گرامی دقت بکنید، یکی از قدرت خداوند متعال، اون اللهی که 7 طبقه آسمان و زمین را بدون ستونی که دیده بشه نگه داشته، اون اللهی که من شما را در شکم مادر ما از همون خون ناپاک مادر ما به ما غذا داده و ما را اینطور خلق کرده، اون اللهی که در داخل تخم مرغ که هیچ حیاتی وجود نداره اونجا جوجه زنده را از اون تخم مرغ مرده بیرون میکنه، اون ذاتی که از آسمان آب نازل میکنه، اون اللهی که از همین زمین سیاه و زمین سرخ و رنگارنگ چیزهای سبز را به وجود میاره، همه اینها نشان از قدرت لایزال اون ذات حق الله تبارک و تعالی است. این قدرت خدا هست. الله متعال با قدرت خودش داره این چیزها را برای ما نشان میده. قدرت او بالاتر از فکر و خیال و تفکر ما هست. قدرت او بالاتره. عقل این را قبول نمیکنه که از چوب درخت، چوب دیگه چوب شما ببرید یک درخت تکه تکه بکنی آیا از داخل میوه بیرون میاد؟ از چوب بیاد میوه بیرون میاد؟ این عقل قبول نمیکنه. منتها چون که چشم ما اینو دیده این دیگه براش عادی شده، فکر به این نمیکنه. این یکی از قدرت الله متعال. دومین مورد اینه که عادت الهی یا سنت الهی بر چه قرار گرفته؟ این دنیا را الله متعال محل امتحان قرار داده و خود اون ذات مقدس در سوره انعام آیه 165 فرموده و هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. اون الله ذاتیه که شما انسان‌ها را در روی کل کره زمین خلیفه خود، جانشین خود قرار داده. و رفع بعضکم فوق بعض درجات. بعضی از شما را بر بعضی فضیلت داده. یکی پولدار هست، یکی فقیره، یکی دارا هست، یکی ناداره، یکی صحیح سالمه، یکی دیگر به نسبت اون مریض‌تره. اشخاص مختلف در جامعه الله متعال به نسبت رزق روزی و دیگر مراتب، حتی به نسبت ذهنیت ها، الله متعال این موارد تقسیم کرده و هر کسی را یک درجه‌ای داده. حالا این که الله متعال متفاوت آفریده به خاطر چیه؟ لیبلوکم فیما آتاکم. الله متعال فرمودن برای امتحان شما هست به نسبت این چیزهایی که به شما داده شده، که شما ثروتمند آیا فقیر را من زندگی فقیران دیگران را مراعات میکنین؟ آیا به نسبت اونها غمخواری میکنین یا نمیکنین؟ لذا اینه که الله متعال اگر به قدرتش باشه بر هر چیزی قادر است، اما سنت الهی بر این قرار گرفته که در این دنیا این گونه موارد را تقسیم کرده، بعضی را بر بعضی فضیلت داده و به نسبت همون اشخاصی که از هر نوع فضیلتی برخوردار هستند به نسبت زیر دستان او فردای قیامت حتما سوال خواهد شد. یعنی در یک جواب کوتاه، آقا خدا داده، خدا منصر که شما بدی، شما چرا نمیدی؟
اون کودک خردسالی که در مابین زباله‌دان ها دنبال غذا و یک لقمه نان میگرده، اون خدا داره به همون پولدارها و به همون مالدارها و به همون سرمایه دارها و به شما جناب دکتر و مهندس و فلان فلان داره نگاه میکنه که من به شما دادم و شما را مسئول قرار دادم که شما به داد این بنده من میرسین یا نمیرسین. اگر او بخواد اصلا کاری برای او نداره. مثالی میزنم، الله متعال پادشاهی هست، پادشاه پادشاهان او هست، پادشاه حقیقی او هست. در این دنیا همه پادشاه داریم. پادشاهی در یک مملکت خودش برای امتحان اشخاص متفاوت، استانهای مختلفی در یک کشور وجود داره. حالا این پادشاه به نسبت رفاه و آسایش اون اشخاصی که در استانهای مختلف زندگی میکنن به استاندار خودش از هر نظر این موارد را تهیه میکنه. از هر نظری که انسانهای اون استان و افراد اون استان بخوان که به نحو احسن زندگی بکنن، تمام مواد اولیه و از هر نظر را به استاندار چیکار میکنه؟ تحویل میده. و مشخصا استاندار هم در تحت خودش اشخاص دیگری داده، ایشون هم دیگر اشخاص را همینطور مسئول قرار میدن و اونا هم دیگر اشخاص را مسئول قرار میدن و همینطور میره تا به اون آخرین نقطه که اشخاص متفاوتی در این مابین هستن. حالا وقتی که پادشاه وقت این زمان بعد از 1 سال که تمام اون مایحتاجی که برای زندگی بهترین اون انسانهای داخل استان داده و اون هیچ گونه ظلمی نکرده، حالا اگر این مابین اون استاندارها و بخشدارها و فرماندارها و دیگر موارد اگر به نسبت وظیفه خودشون درست عمل نکنن، اینجا چه کسی ظالمه؟ چه کسی ظلم بکرده؟ اون مشخصه دیگه. اون پادشاه ظلم نکرده بلکه زیر دستان او ظلم کردن. همینطور الله متعال در قرآن آیه سوره نساء آیه 40 فرمودن که ان الله لا یظلم مثقال ذره، اندازه 1 ذره الله متعال به بندگان خود ظلم نمیکنه. این من و شما هستیم، شمای پولدار، شمای مالدار، شمای دکتر صاحب، شمای دامدار صاحب، شماها که دارا هستین به نسبت اون اشخاصی که ندار هستین، شماها دارین ظلم میکنین. ما داریم به نسبت زیر دستان خودمون که میتونیم دست اونها را بگیریم و از این فلاکت اونها نجات بدیم، ما داریم کم کاری میکنیم. این خداوند متعال نیست که ظلم میکنه، بلکه این ما هستیم که بر هم نوعان خود ظلم میکنیم. چنانکه در حدیث معروفی است از جمله در صحیح بخاری امام آمده، نبی خدا فرمودن که کلکم مسئول کلکم راع، همه شما چوپان هستین و همه شما به نسبت زیر دستان خودتون سوال کرده میشین، از جمله امام باشه، شهردار باشه، بخشدار باشه. نبی خدا فرمودن که فکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، همه شما چوپان و همه شما فردای قیامت به نسبت زیر دستان خودتون سوال کرده میشین. مرد در خانه، زن در خانه، کارگر در سر کار خودش، هر صنفی که در ما بین انسان نباشه، همه اینها را الله متعال مسئول قرار داده به نسبت زیر دستان خود. حتی در روایت اسلامی این موارد آمده که اگر اشخاص مالدار از هر نظر حالا زکات خودشون را به نحو احسن ادا بکنن، در این دنیا هیچ نوع فقیری پیدا نمیشه. چنان فقیری که دست به گدایی بزنه و به نسبت مثلا شخصیت خودش اینطور در خاری ذلت زندگی بکنه، هرگز چنین موردی یافت نخواهد شد. لذا طرح این پرسش که عکسی را بکشن و از خالق آسمان ها و زمین ایراد بگیرن که چرا خدایی که شما اعتقاد داریم به داده او نمیرسه؟ جناب اون خدا اون چیزی که لازم بوده به شما داده، به بندگان خودش داده. اون خدا منتظر هست که شما بندگان او دستان او را بگیرید. این امتحانی است. اگر قرار بود که همه چیز را خداوند متعال خودش مستقیما بخواد که مثلا همه را پولدار بکنه و همه این موارد باشه، که دیگه اصلا نیازی به امتحان این مسائل به نحو احسن دوستان گرامی پیش نمی آمد. لذا الله متعال در قرآن در آیات مختلف از جمله آیه سوره اعراف 129 فرمودن و یستخلفکم فی الارض، الله متعال شما جانشین خود در روی کل زمین قرار داده. به خاطر چی؟ فینظر کیف تعملون، تا نگاه بکنه شما چی کار میکنین، چه عملی میکنین. اون منتظر است که ما دستان بندگان او را بگیریم. اون چیزی که لازم بوده به نسبت صلاح دید انسان ها از هر نوع قشر که در این دنیا زندگی راحتی داشته باشند و درست مستقیم به جنت خدا داخل بشن، الله متعال به نسبت این موضوع هیچ کوتاهی نکرده. لذا این به نسبت این ناهنجاری هایی که در جامعه میبینیم، من شما دکتر و مهندس و مالدار و دامدار و اون اشخاص هایی که توانمند هستند از هر نظر، بخشدار و فرماندار، اینها مسئول هستند. و اگر کوتاهی هایی در جامعه هست، ظلم بر همین اشخاص مسئول برمیگرده، نه به خالق کائنات، خالق آسمان ها و زمین. الله متعال به همه توفیق بده. امیدوارم که
تونسته باشم این مسئله را تفهیم کرده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.